سلام بچه، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. من یاسینم و امروز اومدیم با گیم فورتنایت، اونم بچه با گیم بتل رویال، اونم با اسکین چاندی. آره دوستان، امروز اومدیم با گیم میگم چی دارم بتل رویال. و اینکه بچه یه چالشی داریم داخل گیم بتل رویال. اینجوریه که ما یه دونه اسپین ویلز میزنیم و بر اساس اون اسپین ویلز به ما یه دونه مدل گان میگه که مدلاش حالا هستن لجند، اپیک، ریر و اونی که هم سبز دیگه، اسمش الان یادم نمیاد متاسفانه. آره بچه، امروز اومدیم با این چالش، اونم با گیم بتل رویال. حالا معلوم نیست بخوایم وین کنیم یا هر چیز دیگه. آره بچه، بدون معطلی وقتتون رو نمیگیرم، بزن بریم سراغ ویدیو. گردونه بود و اسپین ویلز بود که بهتون گفتم. الان یه سبز داریم، یه ریر داریم، یه اپیک داریم، یه لجند داریم که بر این اسپین ویلزن انتخاب میکنیم ما چه مدل گانی رو برداریم. خب بزن بریم. حداقل بالاتر ریر بده دیگه، سبز نده. آی بنازم. اوکی بچه، ریر اوکیه. آره بچه، الان ریر داره، اوکی دیگه. خب بچه ها، داخل اسپین به من گان ریر افتاد که حالا واقعا خیلی رو مخه دیگه، کمیابه. یعنی این قدری که یک ریلگان کمیابه، یک گان پیک انقدر کمیاب نیست. واقعا به ما فشار میاد. بذار ببینیم اینجا لن میکنم. گان خوب حداقل ببینیم. نت رو نگاه کنیم، نت ایران عالیه. مرسی از نت ایران، واقعا گوه خالصی، شیری ترین نت. بسید اینجا نکنیم. اوه، امیدوارم حداقل یه دونه ریر بده. خسته شدم. شیر چه وضعش؟ آقا راضیم، خوبه داره با هم راه میاد بالاخره. مرسی فاتو اش شاتگان هم به خدا به من بدین، من دست بوستم. اگه شاتگان میبینی اینجوری من فشار میکنه اینگه صدفا نمی؟ اوه ریسکیه. این فوری این متریال ها میزنم برم داخل. تو رو خودی دونه. مرسی جدی مرسی. یه هیلی هم میزنیم. فکرم علکی از یه نمیه نخورم دیگه. از این صدارشو درمون نذاشت. نه اصلا من فوری اینا رو بگیرم. بیا اینجا من تو رو لوت کنم بچه. احتمالا به یه گان ریری بده از این چستاش خوشم نمید. بریم اینجا این تست میزنیم. نه ای بابا، این داره فورتنایت فشاری میکنه. لجند داره، نمیتونم عرض کنم. چالش آشغاله. میدونی چی میگم؟ چی میگی؟ بیا بیرون ببینم. بیا بیرون. نه من بیرون منطقی صدا میده پشمام. من حداقل شیلداشو بردارم. قدیما
این چی دیگه؟ چرا همیشه برعکسه؟ ریدم. What؟ داشت باور کردیم. خب بلش کنیم. قدیم بچه ها تلویزیون رو میزدیم، اون یارو بیلیه میومد بیرون. الان نمیدونم خیلی عجیبه، داره لوت داد. انتظار نداشتم. وایسا ببینم اینجا یه چی پیدا میشه. خب بیا بیرون. من میدونم خب اینجا چرا بیدی من دمیجی روپاش نگاه کن. بریم اینجا یه دونه نمیاد. من میرم سراغ اینجا. خندهاش اصلا به دلم نمیشینه. چیه؟ حالا بخواه بذار بیاییم این فورتنایت نیسته به خدا، رسما فورت باگه، نصف مپ نیست. منطقی نگاه کن رفتم تو زمین. اوه خدا چه طرز نگاه هنوز درون اونجاست. چی؟ مشکلی نیه. چرا اینجوری؟ ریدم. وایسا ببینم بنزینم تمام. بگم سیسه ماشین رو کی رفت؟ بریم جت میره. اوه یه دیر ماشین بندازم این ماشین بگیرم. خودش داری با چی میری ناموسن؟ صدا تیر کامل میگوشه بسن. از کانتنت کریتور پاک میشد منطقه. خب اینم از این شاتگان نداشت؟ نه نداشت. خب سوار ماشین میشیم. اینجا مال کنیم. فکر نکنم بخواد راه فرار داشته باشه. البته که دهنمو جر میداد چون که هیرو دومو داره. بازم نرف شده ولی خب نرف هم شده باشه دست کشش باش نرف نشده پس دهنمون سرویس دوستان. ما بهونه نمیاریم واقعیت دهنمون سرویس. چقدر تو در میری؟ یه دقیقه بشین سرکشونه. خب آقا اینجا خدا رو شکر مارک شد برامون. چرا؟ چون که ما میتونیم گانا رو از اینجا بگیریم. به به آره اصلا بریم یا خدا.
یه دونه گان آبی غیر منظورم غیر نه شاتگان خب من پیستول رو بندم شاتگان به خدا شاتگان ببینم چی رو بردارم برای این گانه همین خوبه این ترجیح میدم اینو بگیرم ولی نه بذار اسکوپش بردارم میدونی چرا اسکوپش مجبورم بردارم چون که تنگانی که میتونم از نزدیک بهش پاش تیر بزنم همینه دیگه بس برای با رایفل برای اسنایپر اینا استفاده میکنم با پیستول به عنوان شاتگان توش ذکاوت رفتم توش بنده خدا گوه شد چرا کیل حساب نکرد من با ماشین نکشتمش شاتگان داشت؟ نه نداشت اوه دیگه چی هست من داخل اونی که اکانتم BMW داشتم واقعا از اپنگریم خیلی خفنه من BMW سری خفنه شد این چی اینجاست با بد کسی در افتادیم فکر کرده خیلی آیکیوش بالا میگه لوتا رو اینجا قایم میکنه مثلا ما نمیبینیمش آره داداش بشین سر بیشرف اینا چیه با این لوت اومده اینجا کمپری سگ رو نگاه کن بابا داداش اینجا رو باش بلش کن آره بعد زمانه شده زونم چیزی نیست نه چیزی نیست بریم دیگه زونم داره میاد این خدا وکیلی خیلی پررو شدن بچه های مدال هم باسی پاهن حساب نمیشه و اذیت نکنین بگیم مدال نمیدونم فلان و چلانه زوز رو نگاه کنیم شون خر میمونه گیم یک دقیقه من کج نشم حسابی متیکا کردم چی صدا تیریه من دارم یعنی چی؟ what the fuck اسکول شدم اسکول خب بچه فقط 7 نفر دارم ببینیم چی کار مکنیم اینا دارن دهن همدیگه رو سرویس میکنن آفرین یه کارا چی بابا چی کارت کنم سرما خورد سرویس شد مارک ماشینم کن what the fuck چرا اینجوری مردم؟ من نیومدم پایین بابا این من به خاطر این ابیلیتی چیزی مردم
میشینم زمین نامری میکنه، گانم از دستم میگیره. واقعا خیلی خیلی رو مخمه. آره بچه امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. یادتون نره برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه دوستم داشتید ما رو سابسکرایب کنید تا این ویدیو خیلی خفن دیگه. خدا نگهدار.